سلام. سلام عزیزم، خوب هستی؟ خوبید؟ حالتون خوبه؟ میخوام بریم یه بلایندید بادکنکی ببینیم آقا پویا از چنل نریمان واتسون، یکی از بچهای گل. میدونی دیت بادکنکی چیه؟ نه نمیدونم. منم نمیدونم چیه حقیقتا، بار اول دارم از چنلش میبینم. همون اول دیت با خودشون بادکنک میبرن. آره بادکنک هم دارن. آقا سلام، خیلی خوش اومدید. دیت بادکنکی چنل نریمان واتسون. ما با هم دیگه ریاکت بریم. حتما چنلش رو سابسکرایب بکنید، براتون تو دیسکریپشن میذارم همین زیر و دیگه کاراشو بکنید دیگه. بریم ببینیم که دیت بادکنکی چی هست و چه جوریه. نظرت چیه آقا؟ بریم. بله نظرم خیلی خوراک واسه اون بود. خوراکی داشتم میآوردم حواسم. ای جان لایک و سابسکرایب و کامنت هم یادتون نره دیگه. یه ثانیه بیشتر وقتتون نمیگیره. برو بریم. لیتس گو. خب رفقا بریم ببینیم که نریمان واتسون چی برامون کوکیده و ببینیم که اصلا دیت بادکنکی چیه. حقیقتا من نمیدونم دیت بادکنکی چیه، بار اول از چنل نریمان میبینم. بریم ببینیم که چه کرده. آقا پویا لیتس گو. به قسمت صدا یکم زیاده. خب و صدا من خب صداش یکم زیاد کردم که خیلی خوش اومدی. نفر اول خیلی خوش اومدی. سلام ارادت، علیرضا هم خوشبختم از آشنایی. خودتون معرفی می‌کنی؟ علیرضا آروانم، 37 سالمه. علیرضا شغل چیه؟ من پوشاک دارم. پوشاک. چرا انقدر همون اول ترکوندی؟ نظرم هم اول دادن. یعنی اگه مثلا باشگاه رفته بود یعنی کنسل باشه میترکونن، درست بیا؟ نه فکر کنم خوششون میاد. نه دیگه کنسل باشه. نه دلیل ترکوندن چی بود؟ پسر که موشو رنگ نمیکنه. دلیل فهمیدی؟ چون رنگ کرده کنسله. ترجیح میدی؟ چرا قیافه شبیه چیز اسکارلت جانسونه، قبول داری؟ تشهرش. آره. چه دیت اول کجا باشه؟ اسکارلت جانسون مناطق این که بعد. خط قرمز تو رابطه چیه؟ دوست اجتماعی. دوست اجتماعی پسر نه بلند داشته باشه. دوست اجتماعی پسر. داشته باشه؟ نداشته باشه. چرا ترکوندی؟ من یه عالمه دوست اجتماعی پسر دارم که من شوهرم بکنم با دوستام قطع ارتباط نمیکنم. متاسفم. خب علیرضا چی شد به نظرت؟ نمیدونم شلوارشو یه نگه دار. پسر چون شلوارشو از این شلوارایی که منم بالاتر کشیده، نگاه یکم بالاتر بکش باید پویا. من تا اینجا کشیدم. یه دقیقه واسه بزنم. من باشه بکش بالا، میخوام مقایست کنم. صبر کن. یه دقیقه باشو. باشه یه دقیقه وایسا. خب عین همین به نظرم فرقی با هم نداریم. جفتتون اوکی. این بنده خدا تو کار پوشاک. آقای نریمان این پویا رو بگی بعد از این بردار بیا تو ویدیو نگن. پویا 27 سالشه، ایشون 37 سالشه. Stop it. Get some help. اگه اونا بادکنکشون رو نمیترکوندن، تو بادکنک کدومشون رو میترکوندی، کدومو نگه می‌داشتی؟ فهمیدی چی شد؟ اگر اینا بترکونن که یه دور خارج میشه. خب اگرم نگه دارن این مثلا هر چقدر بادکنک مونده بالاخره چند تاشون میترکونه به که به یه بادکنک برسه که مثلا میگه از این خوشم میاد. متوجه شدی چجوریه؟ آره والا من ستا رو میترکوندم. واقعا؟ مرسی که تو این ویدیو بودی. ان شاء الله تو ویدیوهای بعدی، ویدیوهای خفن‌تر حتما ببینیم. دمت گرم. مرسی. قربونت. شرکت کننده دوم یه جور خوش دیگه. اومدی. خودتون معرفی چرا شبیه تو آجی؟ جدیه؟ نه بذار ببینم. کامل. امیر محمدم، مطالعه 70م. شغل چیه؟ من طعنه فروشم. طلا فروش. شما چه سالی ازش داری؟ نه اصلا به شبیه تو نیست. چه جالب نترکوندن هیچ کدوم پویا. هنوز هیچ کدوم نترکوندن. آره الان بهت میگم الان دلیلش. طلا فروشیتون کجاست تو بازارتون؟ این قضیه بگم طلا فروشه. مرکز شهر. اطلسمان. اطلسمان. خب تو چه سوالی داری؟ به نظرتون طرف توی قرار اول چیکار کنه کنسله؟ بوی بد بده. یعنی توش نمیگیرن میرن سر قرار؟ نمیدونم. توش نمیگیرن سر قرار میرن؟ خب نمیدونم. یعنی براتون پیش اومده که کسی دوش نگرفته، عهد نزده اومده باشه سر قرار؟ آره بابا ترساله. خط قرمز تو رابطه چیه؟ دروغ. قشنگه. دیگه فقط دروغ؟ نه خیلی چیزا هست. مثلا چی ازش صحبت کن؟ دروغ، خیانت. اول رابطه که نمیشه خیانت کرد. آشناییت میشه، اینا همه توی رابطه هستش دیگه. من فکر می‌کنم که یعنی بعدش میخواد بکنه. دهن سری. اول رابطه بوده تو رابطه، بعد مثلا با کسی دیگه ای باشه، اون خودش خیانت رابطه کنکله دیگه. ها فکر میکنم اول با بکش کنار تازه اومده. از کجا بفهمه؟ آدمو ثابت میکنه.
حداقل 3-4 تا قرار میگذره تا این ثابت شه. یه سوال بپرسم، ترجیح میدی خیانت بکنی یا بهت خیانت بشه؟ ترجیح میدم خیانت بشه. بهت خیانت بشه؟ ای وای من چه پسر خوبیم. مادر جنده. چرا دوست نداری خیانت بکنی تا بهت خیانت بشه؟ اون ذاتم مردونگیه. مرد بودن یاد گرفته. نظر شما چیه؟ هیچ کدوم، نه خیانت بشه نه خیانت بکنه. به نظر من فکر میکنم که آدم هیچ کدوم که آره، ولی مثلا همون اولش نمیشه دو تاشو انتخاب کنه. یعنی هم خیانت بکنه هم بهش خیانت بشه همزمان؟ نه خیانت بکنه نه خیانتش بشه. ببین وقتی من تو رابطه‌ام برای چی باید با یکی دیگه برم تو رابطه؟ خب مگه اینکه اون یه چیزایی نداره اونو تموم کنم برم تو رابطه بعدی، چرا همزمان باید باشه؟ شما میپسندی؟ قدش بلنده. خب من سوال پرسیدم الان آخر قدش هم مثلا بلندتره. چه چارشونه. این رابطه چقدر طول یه کشید مثلا سانتی بلند؟ سمت راستیه تو دهه 70 میلادی مونده تو آمریکا مثلا. از جلوتر نه. بذار من تصویرامو پول فکر کنم جاش بدید واسه عوضش کنم. A few minutes later. بعد چرا کات کردی؟ من 2 سال و نیم دیگه شرایط خانواده با هم دیگه نمیخوام. یعنی ازدواجی طور بود؟ قد چنده؟ من 198. 198. داداش طلا فروش اومده جلو. جان چرا درگوندن چی گفت بعد طلا فروش اومده جلو بعد میگه دنبال مادیات. والا دای بیا الان خودم بهت میدم. خب برعکس هم شدن پسرا دنبال خیلی چیزای دیگه این دو طرف است، ولی یه رابطه قشنگه که دو طرف همدیگه درک کنن، بتونن کنار هم پیشرفت کنن، هم به هر چیزی که هستش برسن. خب زمان میبرده. شما تو یه ماه سری خواستی؟ نه تو یه ماه خودش ثابت کرد. چی کار کرد؟ چی شما تو یه ماه سری خواستی چیکار کنی سب کن؟ برسیم. خب زمان میبرده. شما تو یه ماه سری خواستی؟ نه تو یه ماه خودش میخواد بادکنک بده. فکر داره حرکت دیگه میده. ثابت کرد. چی کار کرد؟ خانواده معجبه‌ای بود نه نتونستم باش کنار بیام. من این یه چیزی بگم. من نمیدونم چرا جدیدن خیلی باب شده که مثلا آقایون میگن که آره دخترها مادیاتی ان اینجوریان اونجوریان، ولی بذار من چیزی رو به شما باب چی هستن دیگه. واقعیتیه. قطع به یقین 90% دخترها همینجوریان. بگم توی حیوانات شما نگاه کنی گنجشک نرمی رفته کنم. آره اسکار جونز رفته کنم. این چیزای چوبو میاره گنجشک ماده میشینه توی خونه. خب الان جدیدن پسرا به خاطر اینکه مسئولیت مثلا بعد جفتگیری میخوره شوهرشو. یه ببخشید من با شما نیستم ولی یه سری از جوونا ما متاسفانه چه قشنگ گوشی مثلا بعد جفتگیری میخوره گنجشک ماده میشینه توی خونه. خب الان جدیدن پسرا به خاطر اینکه مسئولیت مثلا بعد جفتگیری میخوره شوهرشو. یه ببخشید من با شما نیستم ولی یه سری از جوونا ما متاسفانه تنبلن. خیلی بد انداخت. یعنی من اصلا خوشم نمیاد که پسر بگه که مادیاتی دختر مادیاتی وجود نداره. مادیاتی یعنی چی؟ من خودم مثلا الان میرم تو نفر قبلی بود. خب بگید من خودم میرم بیرون. چقدر قبلیه رو بنده خدا رو سریع کنسلش کردن. یعنی نسخه که در عرض 30 ثانیه پیچیدن رفت. با یه ماشینم یا من اصلا هم چیزی خیلی دیدم مثلا طرف افتاده دنبال ماشین که فقط شمارهشو بده. ماشین چیه؟ پرسن ماشینش چیه؟ من باور کن پسر بی ام و بنز پرش داشته باشه به هیچ وجه ازش شماره نمیگیرم. این چرا؟ چون مثلا ما میریم بیرون بعد مثلا دوستم میگه وای برو مثلا فلانی رو میگم ببین الان به من شماره میده 2 تا ماشین بالاتر از ماشین من بهتر میره به اون شماره میده. مثلا بهتر نیست کمیت میشه اینجا. من دوست ندارم ماشینش مدل بالا باشه یا حداقل روزی که داره مثلا به من پیشنهاد میده با ماشینش نباشه من ندونم ماشینش چیه. پراید دیگه شروع کنم. پراید نه حداقل همسط ماشین خودم باشه. حالا یه کوچولو بالا. ماشین خودت چیه؟ من تیولی دارم. این یه مرد باید بالاتر از اوکی. چرا اونای پراید دادن اونای تیولی اونای پراید دارن آدم نیستن؟ جدی پراید دارم آدم پراید داره پیکان داره. ولی ایست بگم مرد اونه که با پراید مخ بزنه با مازراتی که همه واقعا اصلا تو با مازراتی برو یه گوشه وایستا خودشون میان میشینن اصلا نیازی کاری کنی اصلا یه جایی شدن تو یه لولی رسیدن. خب همسط هم قبولم. خب حالا بذار حرفشو بزنه. خب یه سوال بپرسم اون ازدواجی که می‌خواستی بکنی از سمت خانواده شما کنسل شد یا اون با ازدواج سنتی بود؟ آره. آخ ازدواج سنتیه. بادکنک به من بدی؟ یه بادکنک می‌خواد؟ یه دونه بادکنک برای خانم میاری؟ 2 تا هیچی فهمیدی مازراتی هم بادکنک گرفتین دستتون. ماشین مهم نیست. تحصیلاتت چیه؟ من معماری نقشه کشی لیسانس دارم. کدوم دانشگاه خوندی؟ من دهمم. اهل سفر هستی؟ بله. کجا سفر کردی؟ هند، تایلند، ترکیه. هند، تایلند، ترکیه. اینا رو که دیگه همه رفتن دیگه گون که یه چیز بهتر بگو. یه سال لوکیشنش کجاست؟ انگار مثلا 2 ساعت پیش نصاب اومده کولر نصب کرده. لوکیشنش همچین چاییه.
نمیدونم مغرب اوکی. هم مشرق میاد دیگه. همینا. بچا الان شما سه تا متوجه نشدید. خب الان امیر یه سوزن داره و از شما یه سوال ثابت میپرسه. خب آقا اینا ستایی نگه داشتن آقا بویا فهمیدن خبری همه نگه داشتن طلا فروش مازراتی ازدواجی به نظر کدومشونو کنسل کدوم رو کنسل میکنه بویا؟ دوتا راستیه چون چپیه تا به نظر من میگم دوتا راستیه. فی ازت نگرفتم حقیقتا. نظرتون راجع به حرفایی که زدم به خودم چیه؟ پسر با شخصیتی هستی، خیلی احساسی هم هستی و کاری هم هستی، اهل ازدواجم، همه چیش خوبه. پسر احساسی میبازه تو رابطه. باد کنم سر فرکانسشو بفرست دختر احساسی گیرت بیه. این خیلی خوبه به نظر. حرف انرژی دارن دیگه. آره انرژی داره. ای محمد تصمیم با خودت. بادکنکاتون رو بگیرین دستتون. فقط بزن دیگه بیا. من از شکست بیزارم. من میرم از دور مسابقه کنار. واسه سوزن تو من. ایول آره کردم. چیکار کردی؟ کار کردی سوزن؟ مزد صبوری گرفت. این دو نفر که ترکوندی دلیلشو بهمون میگی. واقعا دلیل نداشت انقدر سریع بخوام بترکونین. ایشون همین دلیلش گفتش که آره، کار من یه وایب بدی وایسی اصلا می‌بینم. من جالب نبود. چون واقعا یه پسر شخصیتش خود میشه، یه دختر دست تو جیبش کنه یا مثلا پول کافر اون حساب کنه، حالا بعد مهمونش کنه یه بار دو بار اوکیه، ولی مثلا ندیه هر دفعه. ایشون هم حقیقتش اوکی بود ولی بادکنک رو ترکوند یه ذره ناراحت شدم. به خاطر مازاراتی بود. می‌خواست مازاراتی نداشته باشه. اصلا ماشین مهم نیست. من چرا هر گفتی؟ چیز چون سوال پرسیدم. من پرسیدم. خب منم چون مازاراتی داشتی نظرمو گفتم. دیگه تمام شد. تموم شد. اشکال نداره. من هنوزم میگم که آدم که دوست داشته باشه براش نه نه نباید. اشتباه. من هنوزم میگم. بچا گندم و امیر محمد میریم برای شرکت کننده بعدی. مرسی که تشریف آوردید. یه دقیقه نگه دار ویدیو رو. خدافظ. خب خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون. شما دو قیافش روبرو ندیدیم. ویدیو رو خوبه قیافش بنده خدا. تا چی شد که تایپ چیتون بود که با هم دیگه ست شدین و میگین چی شد که با هم کانکت شدین؟ شما بفرمایید. شما آقای شما اول زندگی تعارفا رو نداره. به نظرم اول زندگی داری ما میمد که عاده این که ازدواجی باقی باشه و آدم عاقلی به نظر میاد و کلا من خودم چون که خیلی انرژی دارم و خیلی آدم شیطونی ام به نظرم کسایی که ذره به نظر من همین الان برو با چی میگن فرندای پسرت همین الان کات کن چون به نظرم تهش نتیجه نمیگیری. آروم‌ترن ملایم‌ترن. آره این موز صبوریش موز صبوریشو گرفت ولی چه معنی داره این همه دوست پسر داشته باشید اجتماعی جدی؟ خب از 1 تا 10 به گندم چند میدی؟ گندم تو از 1 تا 10 چند میدی؟ منم از 1 تا 10 میدم. از ویدیوهای بعد تو رو خدا بیا 10 نده، نه جدی بیا 10 نده. طرف طلا فروش از ازدواجی هست مازراتی داره قدش هم بلنده دیگه چی میخوای دیگه وات د فاک. ویدیو گروهی باشه شما دو تا با هم دیگه هم تیمید میریم ببینیم چی تو این مرسی ممنونم. کلمه آخر خدافظی. ان شاءالله که همه بچه‌ها ازدواج کنن سر سامون بگیرن. این میخواد این چی نونو چسبونده دیگه نمیدی همین الان دیگه نونو چسبونده. داشتم یه قضیه فکر می‌کردم مثلا حالا اگه توی برنامه‌هایی که ببین چون قبلا یه چیز خیلی جالبی که بودش تو روزنامه‌های مثلا قبل از انقلاب اگر ببینید آگهی همسر می‌ذاشتن و عکسشون می‌ذاشتن. حالا خیلی جالبه اگر پیدا کنی توی ویدیو قرارش بدی و بعدن که یه ذره تکنولوژی پیشرفت کرد به نظرم این ارتباطات با بچه‌ها خیلی سخت‌تر میشه و این کاری که دارید می‌کنید ممکنه که واقعا ثمره بده. بعد مثلا فکر کن بیام بگم ما تو برنامه‌های اینطوری با هم دیگه ازدواج کردیم خیلی ان شاءالله که همینطور باشه. آره مرسی تو ویدیو این قشنگ میخواد بچسبونه. ببین اصلا برنامه رو ریخته گفته نگه دارم باد کنه که اینا خالن چیزی گفتن. آره ما هم خرید. میگم خدافظ. شرکت کننده سوم علی. حال شما خوبه؟ خب این من تو یکی از قسمت دیده بودم. خب این چیزه تو یکی از قسمت اومد یعنی باهاش اوکی نشد فهمیدی با اون طرف مقابل اوکی نشد فهمیدی چون این که شرکت کننده برنامه قبلیشه برنامه مال چیز جدید علی خودت معرفی می‌کنی مگه الان انتخابش نکرد کی چپی مگه انتخاب نکرد آره چرا الان واسطه واقعا چرا شرکت کننده کم داری اوکی بریم خوشبختم. خب متولد چه سالی هستی علی 63 علی شغل چیه ریل استیت تو تهران بله بعد اینکه به نظر تو رابطه خط قرمز بیشترین خط قرمز که داری چیه خط قرمز جواب ندادن تلفن بود اگه خاطرت باشه بزرگترین خط قرمزته خیانت بحثه نه خیانت که دیگه مشکیه دیگه قرمز نیست آره منظورم همون اینی که مثلا تو بگی طرف خیلی میدونی از چشت میفته تلفن جواب نده خب اگه
قبلیه 37 بود این 40. چرا نمیترکونه؟ ترکون چرا بگو؟ آره چرا نمیترکونه؟ خیلی جالبه. کی رندن اونجا؟ فقط چی گفتی؟ برو بابا املاکی. والا میشناسمشون، میدونم خط قرمزشون کجاست و تو چه مراحلی اوت میکنه. علی وقتی که میذاری صبح تا شب یا شب تا صبح؟ برای چی؟ برای کار، چون میگی من ریال استیت دارم، میگم شب تا صبح وقت میذاری یا صبح تا شب؟ روتین زندگیم شوک‌گذاری و جیم و بیزینسم و بیشتر مطالعه است. واسه شوک‌گذاری؟ نویسنده. آره مگه مسیحی کاتولیکه؟ چه خودش اتفاقا تو بلندده تو بلندده گفته بود کلیسا شوک‌گذاری دیگه چی؟ میگه صبح که خواب پا میشم شروع میکنم چیز کردن دیگه، از کائنات تشکر میکنم. اینا این مورد علاقه‌شون کیه؟ به نام پدر پسر. به نام پدر پسر. نویسنده مورد علاقتون که کاترین پاندر. خیلی هم عالی. میگن لانا رودز هم خیلی خوبه. فلورانس هم خیلی لانا رودز چی گفت؟ نویسنده مورد علاقه کاترین پاندر. خیلی هم عالی. میگن لانا رودز هم خیلی خوبه. فلورانس هم خیلی دوست دارم. چون که ها؟ حالا نویسنده کجاست مثلا به نظر تو این اسم؟ نمیدونم. مثلا تو شعبانی داستان چی میگی؟ گم میخوره. ببین فقط داره گم میخوره. شما به نظر من خیلی آقای با شخصیتی هستین، هم که کتاب میخونید هم ورزش میکنید، همین که درونیه. حالا خواهش میکنم همین که گویش مناسب دارین، ولی چون که سنمون خیلی زیاده من میترکونم، فاصله سنی داریم. خیلی خوب کار میکنید. بله. یه بار دیگه من میتونم بپرسم متولد چند بودی؟ 63. بس منو بابا داره. این میدونی چیه؟ این میخواست نگه داره. بعد دید خیلی زایه نفر اول ترکون، دید حالا هم درازی ترکون، دید زایه از بقدر اینکه نفر اول ترکون اینو نترکونه دیگه. خیلی خیت دیگه. بله. چه صدا کاری هم تو یه دید از به قضیه نگاه کردی تا حالا؟ یارو مثلا کت شلوار تنش کرده، مثلا 10 میلیون پول کت شلوارشه، بعد اومده مثلا میگه من ریل استیتم مثلا. بعد ما با یه شلوارک 50,000 تومانی نشستیم یارو ترور میکنیم. نمی‌کنم تو شلیومه؟ توش تیره فکر میکنم. شما دوتا موندین، یه دوئل ریزه. شما هر سوالی که از هم دارید تو 30 ثانیه هم شما میتونید بپرسید، هم شما میکروفون هم دست جفتتون. سوالی ندارم که خیلی واسم قابل احترامه راستش. خیلی مثلا یه دوست خیلی خوب. اینو بگی بالا. خیلی ممنون. پرفکت با کلاس با شخصیت در جی 1 یکی از دوست خیلی خوبه. مرسی متقابل. با کیفیت. با کیفیت. سوزنم شده. میخوای بهتر کنی یا نمیخوای بهتر کنی؟ واسه نه نزن بگو. آره نه خب تو سوالتو بپرس، سوزنو بده، حالا دیگه نوبت علیه. میتونی بهتر کنی سوالتو. فقط این سوالم چرا بد اخلاقی گاهی وقتی هم. شرایط روحی. بسیار. میتونی کنی؟ نه. اینا دوستن، فهمیدی؟ همین چی شد؟ ولی یه چیز بگم، گفت ریل استیت نصف کارو در آورد، مثلا میگه املاکی هم اول میتونه. شما نمیتونی کنی؟ نه. ریل استیت الان باید مبارک بشه. بعد مبارک بشه. شما دوتا با هم دیگه شما با هم دیگه تیم میشین و توی اپیزودهای بعدی و توی مسابقات دیگه با هم دیگه شرکت میکنیم. خیلی لطف کردین که شرکت کردید. خیلی لطف کردید. ممنونم. حرف آخر چیزی داشتی به دوربین بگو. شما ممنون از حضورتون، ممنون از شما. خیلی لطف کردید. خیلی ممنون لطف کردید که اومدید. از برنامه خیلی خفنه. خودت خفنی، خودت هم با کیفیتی. کیفیت از ماست. خب همه با کیفیت داشت. چی میگی؟ همه رو با کیفیت کردی. خیلی خوش اومدید. ارادتمند شما. مرسی. چی شد که علی از بین اون 3 نفر فکر می‌کنی که رسا کسی بود که از همه مناسب‌تر بود برای تو؟ با حفظ احترام به طرفین حضار، شرکت کننده، خب کیفیت و ایشون در یه سطح خیلی عالی دیدم. چه می‌نوازن اون قناری‌ها اون پوش براشون. واسه قبلا خفقون گرفته بودن. اینم یه تکرار آره جوراب نپوشیدی؟ تو بلنده گفته بودم جورابو. خب من بچه سمفونی 5 بتوون گذاشتم. آره بازم جوراب نپوشیدی. یعنی کار خودت ادامه میدی، حرف مردم برات مهم نیست؟ مهمه، قابل احترامه، ولی من به هدفم متمرکزم و فوکوس میکنم. هدفت بدون جوراب بده. داداشم فوتفتی شده. راستا نظری چی بود راجع به علی؟ به نظر منم خب یه کیس خیلی خوب با شخصیت، با کیفیت. حالا کیفیتشو خیلی نمیدونم ولی به نظر کیفیتشو میبینی؟ برای من در ظاهر که گزینه خوبی بودم و اینکه نمیشد دادم بادکنکشون رو نمیشد ترکون.
اگه سه تاشون نگه می‌داشتن علی اول بادکنک تو رو میترکون ناراحت می‌شدی؟ نه ایرادی نداشت، انتخابشون نبودن، دلیل برای نمیشه که من بد باشم، انتخاب ایشون نبودم. اگه سه تا شرکت کننده رو دیده بودیم بازم علی رو انتخاب می‌کردین؟ من سه تاشون رو دیدم و به نظر من هر سه تاشون خوب و عالی بودن. خب ایشون یکم شرایطشون متفاوت‌تر بود، شناخت بیشتری نسبت به ایشون داشتم. حرف آخر کلا راجع به برنامه هم رستا هم علی بعدش به صحبت کن. به نظر من خیلی کار جالبیه، بازم من شرکت میکنم. من دیشب فکر کنم شما به من گفتین من اومدم. مثلا بعدیه بازم پسر وزیر، بابام پرایم مینیستر مثلا. میدونی پویا از برنامه‌های نریمان برای خوشم میاد یه ریله. خب مثلا اگر این رفیقشو برگشت دعوت کرد، این رفیقن دیگه، خب الان گفت خب من دیشب گفتی بیا میگن. خب مثلا برنامه دیگه نیستش که طرف بازیگر به خاطر تبلیغاتی با میشن، مثلا طرف اصلا پول میگیره بیاد بازی کنه. فهمیدی چی میگم؟ اینش خیلی خوبه. آره دیگه. شرکت میکنم، خیلی خوشم اومد و اینکه مرسی از همه کسایی که اینجا هستن، تعداد خیلی زیاده. خیلی نکته بهت بگم، الان تو علی با هم دیگه توی کار تیمی بعدی و توی مسابقه بعدی هم تیمی هستیم به خاطر انتخابی که کردیم و بازم شما رو میبینیم. اگه حرف آخری داریم به شرکت کننده بزنید و بریم برای خدافظ. مرسی از همه کسایی که شرکت کردن، من خیلی لذت بردم. علی تو هم حرف آخر؟ طبق معمول همیشه کج میشینم و چی راست میگم. خیلی خیلی ممنون از تمام زحمات شما دوستان عزیز. طرف اومد توی یه بلایند نیم ساعت 40 دقیقه‌ای نتونست کسی رو انتخاب کنه. خب حرف بعد اومد با دو بادکنک گرفت دهن سرویس. چه شما ریالیست افتخار دادید و خیلی دوستتون دارم. مرسی که تو این ویدیو شرکت کردی. میبینیمتون باز شما دوتا رو تا ویدیو بعد. خداحافظ. خب مهندسه بوس میبینیمتون باز شما دوتا رو تا ویدیو بعد. ما آخر ویدیو همینجوری میدیم. نگاه خب ما آخر ویدیو همینجوری میدیم. این بنده خدا تنها ادامه هم نداریم. بویا این بنده خدا تنها مونده. مهندسه صندلی بغلت خالیه. آره دیگه نشد که بشه. نشد واقعا. سخت سلیقه‌ای. نه خب سن نفر اول و نفر سوم که اصلا به من نمیخورد. این چیزه پویا 18 خب ولی رفتار زیر آرایش دیگه. خیلی خب نفر دومم خب دو تا سوء تفاهم ایجاد شد، هم این که من اول بادکنک رو ترکوندم، هم که اولین نفر بودی ترکوندی. آره فکر می‌کنم چون که من کلا یه سری کلمات میگن یه آدم روش حساس میشه، چه دختر بگه که منو فقط به خاطر فلان میخوان، چه پسر بگه فقط منو بخواد. بالاخره هر آدمی یه آپشنی داره که همه مثلا دوستش داشته باشن، ولی مثلا کسی که تو رو دوست داشته باشه همه جوره پات وای میسته. ولی اون جمله‌ای که من گفتم که آره من مثلا هزینه ندیدم ولی هزینه کردم، صرفا جهت محبت بوده. شاید من هزینه کردم، من در توانم بوده، ولی خب اون طرف در توانش نبوده، که مثل اینکه اینجا هم یه سوء تفاهم برای ایشون هم ایجاد شد. ولی که توی اپیزود بعدی که واسه دیتا بادکنکی بخوایم بگیریم بازم شرکت می‌کنی؟ حتما اون صندلی بغلت پر باشه. حتما خیلی ممنونم از دعوت تو. مرسی. حتما داش کیسای روز اول اینا بودن، کیسای روزای بعدی چی میتونن باشن؟ خیلی خوشحال شدم از دیدن بچه‌ها. واقعا پویا قرار بیاد جلوتون. انرژی همه خیلی خوب بود. من تنها مشکلی که داشتم همون سن بود. واقعا بچه‌ها همشون به نوبه همه با هم رفیق شدین تقریبا. همه به نوبه خودشون، مخصوصا دخترها که دیگه واقعا فابریک شدیم. واقعا همه به نوبه خودشون آدم خفنی بودن. مرسی که شرکت کردی، دمت گرم. مرسی، میبینمت بازم. خداحافظ. یا تفصیل باشید بعد چند تو 168 ام با این فکر کنم 170 ام ها. من 186 ام. فکر کنم خیلی بیشتره. انقدر من بود یکی بود کنترل بود. بهتر کن بره. بادکنک نداره ولش کن بهتره. میفرستم برای هوا. ان شاء الله بختت باز شه. این تامنیل نگم پویا، این همون آدم خب همونا که مثلا توی گپ بلایند تو شرکت کرده، همون علی ریال استیته. فهمیدی؟ نصف صورتشو پروتز کردش. نه بابا این عکس چیزه اسکو، اینا ادیت شده است. آقا دمتون گرم، مرسی دیدید. آقا پویا سلطان کارشناس بلایند دیت تایید کردن که ریل استیت املاکی هستش. دوستان عزیز یادتون نره گورتون نزنن با هر کلمه‌های قول مظلوم ده. همین هستن اجاره رو میبرم بالا دریوسه. نه صداش بد من یه باری قشنگ بچسبون. نمیاد بابا اینجوری نمیاد بابا به چیز کو صداش میخوایم نمیاد. نگاه اینجوریه واسه تو هم نیومد. نه نمیاد. الان اومد دیگه. یه لحظه اومد.
بیا پویا دوربین تو دور چیت دوربین توی میکروفونت بوس کن. نه ایمت الان ببین برای من میاد. نیمت؟ نه نمیاد میکروفون من نمیاد. این هوشمنداست واسه صدا میاد. داشتی عجب بوسی کردی صداش اومد. ما هر کاری میکنیم صداش نمیاد. حقیقتا که ریل استیت کاری کار درسته. بریم داش بیاد. اصلا نباشید لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. عشقید دمین علیمان گرم. بازم چنلشو میذارم حتما فالو کنید. کارش 20 اپیزود بعدش حتما میبینیم. آقا بویا بوس بهت کاری باری فعلا. خدا نگهدار همت. خدا